آقای دکتر این چیه این عروسکه؟ راجعش توضیح میدین؟ این عروسک رو آقای سروش توی بند 350 من درست کرده. این طرفش 350 نوشته، این پاش اوینه و سینه‌ش هم MKH مهدی خزعلیه. ویژگیش اینه که چشم بند داره و دهانش هم دوختن، هم چشماشو بستن هم دهانشو دوختن. بله. و اینو زحمت آقای سروش با نخه، همش با نخه تو اونجا، همش هم گرست در واقع. ولی جلوه موهاش رو می‌بینی؟ بله، و موهاش هم بلند بود. بعد گفتم خب من که کچلم گرفت، موهای جلوشو کوتاه کرد، کچلش کرد. این هدیه دوست عزیز آقای سروش در بند 350 است. بسیار شاید یکی از زیباترین هدیه‌هایی که من اونجا گرفتم این باشه. دستش درد نکنه، همیشه به یادش هست.